چند سالته؟ 8 سالته؟ چرا کار میکنی؟ چرا کار میکنی؟ بابات کجاست؟ پیره؟ فقط تو کار میکنی؟ اون یکی داداشت چند سالشه؟ نمیدونی؟ 15 سالشه؟ 13 سالشه؟ تا کی میخوای اینجوری کار کنی؟ میری؟ 7000 تومن کار کنی میری خونه؟ درس میخونی؟ چرا؟ شناسنامه نداری؟ فیلمو متوقف کنی؟ اون چی گفت؟ گفت شناسنامه ندارن؟ اون راست میگه، چرا که اون نامهای بسیاری داره، نامهایی که او در حاکمیت ولایت فقیه پیدا کرده رو بشنوه. کودک کار، کودک بدسرپرست، کودکان زباله‌گرد، نانآوران کوچک، کودکان بدون هویت حاصل ازدواج دختران ایرانی با خارجی‌های مهاجر، کودکان بازمانده از تحصیل. آمارهای حکومتی اعلام شده در همین مهر ماه میگویند 4.5 میلیون کودک در سنین تحصیل از تحصیل بازمانده‌اند. این آمار به جز کودکان بدون هویت است که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران در سال گذشته آمار آنها را 22,000 اعلام کرد. 15 مهر 1391 به گزارش خبرگزاری حکومتی اینا، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که 3.5 میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد. او افزود تعداد کودکان کار و خیابانی به گفته مسئولان شهرداری 15% رشد داشته است. همه می‌دانند که این کودکان از کجا می‌آیند، از خانه‌های فقر که پدر خود در خیابان‌ها آواره یک لقمه نان است. همه می‌دانند که این بچه‌ها از کجا می‌آیند. 18 مهر 1391 مسئول کانون اصلاح و تربیت شهرستان عراق آماری از این بچه‌ها نمی‌دهد، اما 15% بچه‌ها را زیر 15 سال و بقیه را تا 17 سال عنوان می‌کند. او می‌گوید 80% این کودکان خانواده‌های متلاشی فرزندان طلا، یک یا هر دو والدینشان در زندان هستند. 90% آنها اصلا درس نخواندند و قبل از اینکه وارد کانون شوند به کاری اشتغال داشتند. همه می‌دانند که سرنوشت این کودکان در خیابان چیست. معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی اعلام کرد سن اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی در کشور پایین آمده است و کودکان را هم در بر می‌گیرد. همه چیز روشن است، اما یک چیز دیگر از همه چیز روشن‌تر است. اینکه باید برای نجات این کودکان برخاست تا شناسنامه واقعی خود را پیدا کنند. آنها فرزندان ایرانند.